به نظرتون اگه ما 24 ساعت کلا رو پامون نشینیم چی میشه؟ خب بهتون تبریک میگم، تو این ویدیو اصلا نباید ما بشینیم، تو این ویدیو کلا نمیشینیم و همین الانش هم دارم راه میرم و نباید بشینیم، داریم میریم پیش پسر داییم تا اونم مجبور کنیم که نشینه. لیتس گو بریم پیش پسر داییم. بله برابط آقا، ما باید حدوداً این راه طولانی رو بریم پیش پسر داییم. حاجی نشسته بودم، اصلا نباید ما بشینیم. خب آقا اصلا از الان شروع میشه. والا به خدا قسم یه نمیشینیم میریم جلو. لیتس گو. واقعا نمیدونم چرا دارم این ویدیو رو میگیرم، یه ویدیو خیلی بیهوده‌ایه. بریم پیش پسر داییم، اونم باید تو این ویدیو باشه. چنلم حتما ساب کنید، یه لایک دیگه بکنید. بریم یه شورت ویدیو جدیدم گذاشته، اونم حتما ببینید. لیتس گو. یکم مونده دیگه برسیم پیش پسر داییم. میدونم نباید این ویدیو رو میدیدیم ولی خب لطفا ببینید. خودم نمیدونم چرا الان دارم این ویدیو رو میگیرم. یه ذره موندیم دیگه، اونجاست، نمیدونم حالا دیدین یا نه، اون در آبیه، داریم میریم اونجا. لیتس گو. خب برابرچ داریم نزدیک میشیم، اون در آبیه است، خونه پدر بزرگمه و داریم میریم از اونجا پسر داییم برداریم و نذاریم اونم بشینه. حاجی شهر ارته کسی بخواد بشینه تو این ویدیو. لیتس گو. خب آقا اومدیم الان تو خونه پدر بزرگ و اومدیم دنبال پسر داییم. متوجه شدیم پسر داییم کلا همینجا نیست، رفته بیرون، الان میاد و ما باید بدون اینکه بشینیم منتظر باشیم که پسر داییم بیاد. الان این کوچه‌مون هم کلا شلوغ باید منتظر باشیم. واقعا نمیدونم چرا اصلا من این ویدیو رو ضبط کردم، خیلی ویدیو بیهوده‌ایه و لطفا یه لایک بزن دیگه، یه لایک رو بزن من کارم اوکی بشه. یه لایک رو بزن. خب بدون اینکه بشینیم، خودتون ببینید الان وایستادم، بدون اینکه بشینیم منتظریم که پسر داییم بیاد. گوزو نمیدونم کجاست، اینجا هم دارم فکر کنم، نمیدونم دارن با ماشینا چیکار میکنن، نمیدونم میبینی یا نه. ببین آره هیچی نیست، ما الان منتظر اومدنش، بریم وقتی اومد برگردیم. سطح طنز ویدیو سطح طنز ویدیو وایستادم به در نگاه میکنم. میچشد اصلا سطح طنز خیلی بالاست، اصلا سطح محتوا 20 تو این ویدیو عالیه، سطح محتوا 20. انگار باید بریم دنبالش. آقا بریم یه دور بزنیم ببینیم پیداش میکنیم، دوباره برمیگردیم همین راه رو. آقا پیداش کردیم، ایناهاش، ببین ایناهاش، این بزرگه. خودتو معرفی کن. محکم بیا اینجا محکم حرف بزن مثل آدم. روحام هستم. محکم. روحام هستم. تو ویدیوی تا امروز اومدیم. برو. نباید بشینی امروز، مجبوری که نباید بشینی. خب داریم میریم. الان ما یه وسایل داریم دستمون، شکر و ایناست، اینا رو بدیم خونه. ای ریدم بر پدر مادرت. خب اینو بدیم خونه و بیایم سراغ ویدیو. خب ما برگشتیم و نباید بشینی تو این ویدیو، کلا مجبوری که نباید بشینی و نشین. میخواستم بشینم همین الان. کلا حالا چیکار کنیم؟ نمیدونم چیکار کنیم الان. بیا اینجا دیگه.
چیکار کنیم؟ نباید بشینیم. من چوچه خب نشینیم که چی؟ ویدیو خوب بشه. خب الان این ویدیو رو چرا داریم میگیریم ما؟ یه کاری بکنیم. ببین بیکار نباید بشینیم. الان این یارو داره ما رو میبینه، با الان به چتفشه الان فکر کنم ما یه کاری بگون بکنیم. یا اینجا داریم یه دونه رکورد گینس بود. نه آقا. خب آقا ما باید یه کاری هم حتما باید یه کاری انجام بدیم. نمیدونم چی کار. یه کاری بیا سنج کاغذ چی بازی کنیم. بیا بیکاریم ما بیکاریم. خب الان ما سنج کاغذ گیچی. خب یکیچ سنج کاغذ گیچی. دو هیچ سنج کاغذ گیچی. خب سنج کاغذ گیچی. سنج کاغذ گیچی. دو سنج کاغذ گیچی. سه دو سنج کاغذ گیچی. چهار دو سنج کاغذ گیچی. سنج کاغذ گیچی. این برد. آقا برد. پنج. من تا الان دیگه نمیدونم باید چیکار کنیم. بچه من یه چیزی دیدم اینجا میوه داره، انجیره، ولی زیاد خوب نیست، حیف. وگرنه الان میرفتیم بالا درخت. اومدیم بالای درخت الان. آره اومدیم بالای درخت. خب آقا برگا رفته، حوصله همسر رفته. وقتی برگا میره حوصله سر. اینم روحامه رفته بالای درخت. اینجا میخواد میوه بشه، ولی میوهاش انصافا دیگه خراب شدن، زیاد خوب نیست. بذار ببینیم. حاجی بریم اینو بخوریم. وای نمیتونیم بشینیم، باید با یه دست بخورم چون فیلم رو هم خودم میگیرم. آره بریم بخوریمش. حاجی مزه عسل میده، خیلی شیرین است، خوشمزه است، عالی شده. آفتاب خورده بهش عالی شده. یه چی دیگه هم بخوریم. من از 1 تا 10 بهش 9.5 میدم. قطعه. آره اون رو هم داریم میبینید. اینم بخوریم، فکر کنم اینم شیرین باشه. آره شیرینه، اینم خوبه. دیگه نمیدونستم باید چیکار کنیم. حاجی خیلی خوشمزه شده، خیلی مزهش عالیه. بچه‌ها میخواین شهر رو بهتون نشون بدم؟ شهر خیلی خوبیه، اصلا هواش عالیه. بذار بهتون نشون بدم. این شهره، ببین یه شهر کوهیه، اصلا کوهش پره، هواش خیلی عالیه، خیلی. اینم مسجد کنار خونه مامان بزرگم. آره بعد آره دیگه اینم شهرمونه. ما هم چند روز نشستیم رو پامون وایستادیم. این شهر حالا بیکاریم دیگه، بیکار بیار داریم میچرخیم. بذار من یه دونه دیگه هم از اون میوه بخورم. اینجا پیدا کردم. خب این زیاد شیرین نبود ولی خوبه.